مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی رو گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. ساعتی پیش در یک خبر عجیب و غریب و جنجالی امیر تتلو به صورت رسما اعلام کرد که 4مین کنسرت خودش پس از خروجش به ایران و 3مین کنسرت خودش به اصطلاح در استانبول ترکیه رو که قرار بود عید نوروز برگزار بشه در کمال ناباوری کنسل کرده و دلایل زیادی رو هم برای کنسل کردن این کنسرتش اعلام کرده، در حالی که همه هواداران تتلو منتظر بودن که امیر تتلو در عید امسال روی استیج از سحر قریشی خواستگاری بکنه و به نوعی ازدواج خودش رو رسمی بکنه. اعلام کرد که کنسرتش در عید نوروز کنسل میشه. البته امیر تتلو متخصص کنسل کردن کنسرت ها هستش. چند سال پیش هم در استانبول ترکیه که اولین کنسرتش رو میخواست برگزار بکنه کنسل کرده بود. اون موقع اعلام کرده بود که امکانات کافی و محل درست حسابی و استودیوی خوب و جای مناسب رو برای تمرین نداشته و برنامه گذار اصطلاحاً امکانات خوبی رو در اختیارش نذاشته و پس از اون هم کنسرت استانبول ترکیهش رو کنسل کرد. هرچند اون زمان منتقدها اعلام میکردن که امیر تتلو نتونسته بوده بفروشه، آنچنان محبوب نیست، دنبال کننده ها و طرفدارانش بچه سال هستن و به خاطر همین خیلی از این افراد پول ندارن از کشور خارج بشن، بعد رضایت پدر بگیرن. چرا خلاصه این دلایل رو گفتن که امیر تتلو کنسرتش رو برگزار نکرد و گفتن که بلیط گرون بود و نتونستن بیان. بنده خداییم کنسرتش که قرار بود اونور آب بذاره لغو شده و یه تهیه کننده‌ای گفته که بلیط‌هاش فروش رفته. به همین سادگی. تو خدا این که میگن فضای مجازی، واقعا فضای مجازی، این که اگر کسی فکر بکنه لشکر 4 میلیونی 5 میلیونی 6 میلیونی هوادار در فضای مجازی داره و مطمئنا هر جای دنیا کنسرت بذاره اون کنسرتش میفروشه و پر میشه، به خدا درگیر این فضای مجازی شدن است. اینا همراهان شما هستند عزیزان مشهور در فضای مجازی که دوست دارن اخبار شما رو پیگیری بکنن. طرفداران سینه چاک شما نیست. اما امیر تتلو چند ماه بعدش رفت به گرجستان، کشور گرجستان. اونجا اولین کنسرت خودش رو برگزار کرد که طوفان‌های جنجالی رو ایجاد کرد. اینجوری بگیم خیلی باحال‌تر هستش و به صورت عجیب و غریب کنسرت سولد شده بود، جمعیت زیادی اومده بودن و خود امیر تتلو و تیمش اومدن اثبات کردن که امیر تتلو محبوبیتش مجازی نیست و این رو از کنسرتاش میشه دید در طول این 3 تا کنسرت قبلی که برگزار کرد. نکته‌ای هم که وجود داشت رکوردهای زیادی جابجا شد. اولش تعداد آهنگ‌هایی بود که امیر تتلو به صورت لایو اجرا کرده بود و نکته دوم علاقه‌مندانی بودن که کنسرت امیر تتلو رو به صورت لایو و زنده در پلتفرم یوتیوب می‌دیدن و بیش از 30,000 نفر کنسرت اول امیر تتلو رو در یوتیوب دیده بودن. یوتیوبی که در ایران فیلتر هست و این حجم از بیننده یک کنسرت رو بخوام به صورت لایو ببینن نشون از محبوبیت بی‌نظیر امیر تتلو میرسوند. اما اومد و به صورت رسمی اعلام کرد که کنسرت ترکیهش برای 4مین کنسرتش کنسل شده. پستی هم که در یوتیوب گذاشته بود، حالا من به صورت خلاصه‌وار میگم چون یه سری کلمات بی‌ادبی داخلش هست، گفته که کنسرت عید امیر تتلو به 2 دلیل ابطال میشه که بعداً راجع به این قضیه توضیح خواهم داد. اگه کسایی که بلیط خریدن میتونن یا پولشون رو پس بگیرن یا به کنسرت گذار بگن که تاریخ دیگه رو بهشون بگه. البته اگر کنسرت دیگه وجود داشته باشه و اینو خودشون میدونن با همون مسئول فروششون، فروش بلیتشون، و شما فکر کنید که اصلا به خاطر کرونا کنسل شده و خودتون یه کاری که میخواید بکنید. اما یک پست دیگه هم بلافاصله منتشر کرد، گفتش که خب میریم به عنوان اینکه چرا اصلا این کنسرت کنسل شده، گفته که به ما پیشنهادهای بالای $100,000 رو برای برگزاری کنسرت‌های خصوصی در سالن‌های بوکس و جای مختلف داده بودن، اما ما به خاطر اینکه قول داده بودیم به برنامه‌گذار که کنسرت رو فقط با ایشون برگزار بکنیم بقیه برنامه‌ها رو کنسل کردیم. خب خیلی از خواننده‌ها وقتی که تور اروپا میذارن میان مثلا یه کنسرت توی آلمان میذارن، یه کنسرت توی هلند میذارن، یه کنسرت توی فرانسه میذارن. خب فاصله این کشورها با همدیگه 2-3 ساعت هستش و خب خیلی از طرفداران
خواننده ها از یک کشور میرن کشور دیگه کنسرت رو ببینن و متاسفانه این وسط برنامه‌گذار ضرر میکنه و معمولا قراردادها رو جوری تفاهم میکنن که مثلا طرف یه دونه کنسرت توی اروپا بذاره و توی استانبول معمولا این اتفاق نمیفته و اصطلاحاً خواننده ها میان تو شهرهای مختلف مثلا خود استانبول، آنتالیا یا آنالیا یا شهرهای مختلف دیگه کنسرت برگزار میکنه. که امیر تتلو گفته بود که من این کار رو انجام ندادم به خاطر اینکه میخواستم سود برسونه به کنسرت گذار، اما چند روزی هستش که من مهمون دارم و حتی یه دونه آشپز برای من نیاوردن و احتمالاً مهمونش منظورش سحر قریشی هستش و گفته که احترام نه به من گذاشتن و نه به مهمون ها و امکانات درست حسابی رو هم برای تمرین های ما ندادن به ما و گفته که اینها باعث شده بوده که من تصمیم بگیرم که کنسرت خودم رو کنسل بکنم و مورد دوم بوده که تا الان 600 نفر از 3000 نفر بلیت کنسرت رو خریدن. البته میگه که من میدونم که بسیاری از طرفدارای ما دقیقه 90 هستن و دقیقه 90 تصمیم میگیرن که بلیت بگیرن، اما خب برای منی که اینجوری میلیونی هوادار دارم باید توی هفته اول یا توی چند ساعت اول سولدات بشه و این اتفاق هم نیفتاده. باز هم دوباره نسبت به این قضیه امیر تتلو واکنش نشون داده چند ساعت بعدش و گفته که بار دیگه اعلام میکنم هیچ امکانی نداره که کنسرت عید برگزار بشه، بی احترامی بزرگی شده به ما و کلی زحمت و وقتمون هم به اصطلاحاً فنا رفته، باید تقاضا بدن و ضرر کنن، پولاتون رو پس بگیرین. نکته‌ای هم که وجود داره واقعا قیمت بالای امیر تتلو برای کنسرتاش هست و حتی من میتونم مثال بزنم توی اروپا امیر تتلو یک رقم عجیب و غریب رو که البته به نظر من اگر این رقم رو بخواد دستمزد بگیره چند برابر این رقم برمیگرده با توجه به این حجم مخاطبی که داره، به عنوان دستمزد اعلام کرده بود. و از اون طرف نکته هم که وجود داره این هستش که خب طبیعتا یک سالن حالا فکر کنم 15 یا 20 هزار نفری رو راحت بتونه در اروپا پر بکنه و همیشه همش هم این بودش که میگفت من یه دونه کنسرت میخوام تو اروپا برگزار بکنم، چون صحبت‌ها شده بود که توی اروپا کنسرت برگزار بکنه. گفت که من یک دونه کنسرت برگزار میکنم و باید یک سالن بالای 10-15 هزار نفره باشه که سالن آرنای شهر کل رو پیشنهاد داده بودیم بهش و مقدمات این هم مطرح شده بود که برگزار بکنه. اما خب خیلی از دوستان میگن که خب امیر تتلو همیشه به دنبال پوله و به خاطر پول هستش که داره این کار رو انجام میده. بعد بگم که به این افراد بعد بگم که زیر خیال باطل، چون امیر تتلو برای دو کنسرت اولش هیچ پولی نگرفت و برای کنسرت سومش بیشتر پولش رو به نوازنده ها و تنظیم کننده هاش داد و عملاً هیچ پولی رو برای خودش بر نداشت. اینو همه نزدیکان امیر تتلو میدونن و طرفداران امیر تتلو هم این قضیه رو بهتر میدونن. حتی پولی که از آونگ گرفته بود و پولی که از این سری آخر بخش خصوصی گرفته بود برای برگزاری کنسرتاش، همه اینها رو خرج نوازنده هاش، تنظیم کننده هاش و افرادی که تو خونه امیر تتلو هستن هزینه کرده. قابل توجه افرادی که میگن که امیر تتلو پول ها رو برای خودش گرفته بود. بعد گفته که هر کی هم که هر هزینه‌ای کرده به فلان من نیست، باید بیشتر از اینها هزینه می‌کردن تو این سالن‌ها برای امیر تتلو و آهنگاش و کنسرتاشو بیشتر از اینها خرجمون کردن و خرجمون کنن و به اون حال بدن. حالا هم باید بدهکارن و ما جز حمالی کاری نکردیم و نمی‌کنیم. واقعا دارم با سانسور خیلی زیاد میخونم و گفته که اگه قرار باشه که خب خیلی آمدادن با توجه به این واکنشی که امیر تتلو انجام داده بود نسبت به این قضیه واکنش نشون دادن. گفته که اگه شما بخواید بی‌ادبی بکنید من از شما بی‌ادب‌ترم و کاری نداره بی‌ادبی و فضولی، واقعا ساده است. خلاصه حالا من در حین اینکه دارم این ویدیو رو ضبط میکنم همزمان دارم رفرش میکنم که اگر خبر جدید امیر تتلو پست کرد بهتون بگم. اما اون چیزی که من میدونم امیر تتلو دکترای کنسل کردن کنسرت ها رو داره و این کنسرت هم اینجوری که نوشته فکر کنم بالای 99% کنسله. امیدواریم که اتفاقات بهتری بیفته یا اون امکاناتی که امیر تتلو در خورش هستش و انتظار داره بهش داده بشه. در صورت این آخرین خبری بودش که به دست ما رسید. اگر هم برسم باشه دونه مصاحبه تلفنی انجام میدم اگر حالا در دسترس باشه، چون امیر تتلو واتساپ نداره، فقط تلگرام داره و
فقط میشه باش حالا مسیجی در ارتباط بود. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.